میخواین اونجا چیکار کنید؟ غرق رویا بشم، موسیقی گوش بدم، تو سکوت اطراف به صدای موجا گوش بدم. بعدش دیوونه‌وار کتاب بخونم تا تموم زندگیایی که نتونستم بشناسم و تجربه کنم. و بالاخره که عاشق بشم. منم همینطور. چقدر زیبایی الهه. چرا اینو میگی؟ از همون لحظه اول که دیدمت میخواستم بهت بگم، اما زحمت گفتنشو به خودم ندادم. از همون لحظه که از پله بالا اومدی دیدم چقدر شگفت‌انگیز و فوق‌العاده‌ای. زیبا مثل یک مروارید اصل. اصلا مهم نیست این که من زیبا نباشم، چون تو به جای هر دومون زیبایی. بس کنی. وقتی دیدم دکتر صدات کرد دیدم اسمت هم قشنگه. مهم نیست اسم من قشنگ نباشه، چون اسم تو به جای هر دومون خوش آهنگه. ساکت شین. بعد که دیدم جلوی دکتر وایسادی یاد یه کشتی افتادم که خودش زده به دل موج و دریا و طوفان. به خودم گفتم مهم نیست که من پردل جرأت نیستم، چون تو به اندازه هر دومون دل داری. خواهش میکنم بس کنی. همین که این قدرت رو دیدم به ضعف خودم پی بردم. ضعفی که به دنبال تنشی میاد که قدرت با خودش میاره.